اینا یه دربه. اما این دختره که من میبینم تو این پارک ها و تو این خیابونای بالا، کت دامن تنگ و دانشگاه و میبرنشون جاده هراس، همونجا همدستورش رو درست میکنه، همونجا میندازش تو رودخونه. جنازه ها اونجا برین، هر وقت دختراتون گم شد الان مرتب میبرن. 4 تا تاکسی ترمز میکنه دختره ده. اون میگه نوبت من اول ترمز کردم. میگه آخوند بیچاره اونجا وایساده، هیچ سوارش نمیکنه. اما این زنه 4 تا تاکسی من دیدم اون وقت تازگی ندیدم، اون وایس اون یک. کاش ما هم دختر بودیم. مشتری خیلی داشتیم، تاکسی سوارمون میکرده حاج آقا علیه السلام، گیر نیفتادیم. آره و الا آقای خرجی نشید این قصه. یه تاکسی عقب اومد، یه ماشین، یه روحانی رو سوار کن. روحانی هم خیلی خوشحال شد که این همه رو رفته، حالا داره عقب میاد. مدتی هم معطل ماشین بوده، حالا یه آدم خوبی پیدا شد، گفت که سوار کرد و بردشون پایین، پیادهش کرد. گفت آقا چرا منو سوار کردی پیادم کردی؟ گفت اونجا آخه سایه بود، میخواستم تو آفتاب پیاده. چقدر مریضن مردم. قرار اینه دخترها رو میبرن آقا، بی غیرتن این مردایی که دختراشون رو بین طلوعین با لباسهای سفید، با لباسهای ناجور، نمیدونی چقدر بد حجاب زیاد شده. اینا رو سوار میکنن، یه راست میبرن، موتورسیکلت رو میبرن در روزگار. اگه موتورتون گم شد کجا برین؟ اگر کفشتون گم شد سید اسماعیل. یک شاگرده من چند سال پیش کفشش گم شد، رفت سید اسماعیل، دید یارو داره کفشش میفروشه، پاش کرد، نگفت ماله، اول پاش کرد که ببینه اندازشه، بعد گفت رند مولا این کفش مال خودمه، از مسجد آل جعفر. کفشو بود. یکم موتورشو برده بودن، میگفت رفتم در روزگار وایسادم 75 تومن نزد موسی جعفر کردم، یهو دیدم موتوری از جلوم رد شد، مچش گرفت، موتور پیدا شد. اما دخترها اگه گم شد آدرس جاده هرازه، میبرن اونجا، حمد و سورش که درست کردن از هم بالا میدازنش تو رودخونه. بریم ببینیم اینو بگین، چون بعضیا میگردن عقب دختراشون، آدرس دادن بهشون، بگین برن دختراشون پیدا کنن. اینا راستا شوخی نی، جدی میگن. آدرس دخترایی که گم میشن کجاست؟ بگین جاده هراز تو رودخونه. ماشین از اون بالا میفته توش. آره ماشین هم میفته، گاهی جنازه زیر ماشین پیدا میشه. پناه